سلام، اومدیم با آموزش حموم ساختن. اول به ردستون یه بلاک و یه آب و یه ردستون. اول 3 تا بلاک میذاریم، میریم بالا. حالا چیا میذاریم؟ پیستون رو میذاریم، یه بلاک پشتش پر میکنیم. دوتا میذاریم، بلاک هم میان اینجا. الان چون اگه کلیدو بذاریم بلاک رو جذب میکنه، باید چیکار کنیم؟ آره پس باید بریم بدراک برداریم. بدراک آره اینجاست. حالا میذاریم به جای اونجا. حالا میزنیم نمیکشه. خب الان آبو میزنیم اونجا. الان آبو بند نه باید بزنیم بالاش. حالا میزنیم، حالا میزنیم آبو بالا، دور و برش رو پر میکنیم. یه لحظه اینجا رو پر میکنیم. الان دوش حموم ساخته شد. اگه خوشت اومد لایک کن، لایک و کامنت یادت نره. خدا نگهدار.